بذار ازت یه سوالی بپرسم. آخرین باری که غرق یه کاری شدی و اون کار رو با پوست و استخون حس کردی کی بوده؟ سلام، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام در مورد حالت جریان صحبت کنم. تو ویدیوی قبلی در مورد اینکه چطور میتونیم وارد این حالت بشیم و تکنیکایی صحبت کردم و اشاره کردم. آقا لینک ویدیویی که توش به تکنیکایی که اشاره کردم که راحت بتونیم وارد این حالت جریان بشیم و تو دیسکریپشن میذارم، اگه دوست داشتید برید نگاه کنید. قراره تو این ویدیو قشنگ بشکافمش و توضیح بدمش که بتونیم درک بهتری ازش داشته باشیم که چیه. حالت جریان به موقعی میگن که وقتی شما براتون 100% پیش اومده، موقعی که دارید یه کاری انجام میدید و تو اون کار واقعا غرق میشید، انگار زمان و مکان کامل متوقف میشه و شما کامل تو اون کارید، یعنی اصلا حتی متوجه اطراف نیستید. برای شما مثلا با دوستی صحبت کنید و یهو ببینید که سه ساعت گذشته، براتون 100% پیش اومده. به این میگن حالت جریان. ما در واقع چطوری وارد این حالت میشیم؟ خب قبل از اینکه توضیح بدم یه تصویر اینجا میذارم و قشنگ یه درک کلی داشته باشید که چیه. حالا که یه درک کلی داشتیم، ببینیم که چطوری این حالت اتفاق میفته. به فرض مثال دارید یه بازی آنلاین انجام میدید، مثلا وارزون. خب وقتی که شما فرض کنید دشمنی که جلوتون هست یه آدم خیلی نوب، یعنی اصلا هیچی از گیم حالیش نیست، میکشیدش، همینطور پشت سرم این آدمو میکشید، حوصله‌تون سر میره. درسته میگم؟ چون اسکیلشون از شما پایین‌تره و کلا شما انرژی خاصی میخواد صرف کنید، اصلا حوصله‌تون سر میره. خب اینا خیلی ساده، من چالش بیشتری میخوام، چالش بیشتری میخوام. حالا اگر دشمن جلوتون خیلی قوی تر از شما باشه و شما رو خیلی راحت بکشه، شما عصبانی میشید و میگید مادرت کی، مادرت خورنه جی. و آره، طرفو کلا میگه به فوش میکشه و اعصابتون خورد میشه و شما تو این دو حالت نمیتونید وارد حالت جریان بشید. پس میبینید وقتی یه چیزی از توانایی تو پایین تره، حوصلت سر میره و وقتی یه چیزی از توانایی تو بالاتره، مضطرب میشی و اعصابت خورد میشه. پس وقتی که وارد حالت جریان میشی، یه چیزی تو اون وسطه، یه چون وسطی که چالش خودشو داره ولی اونقدر آسون نیست که تو خسته بشی یا اونقدری سخت نیست که تو حالت به هم بخوره ازش. یعنی اون فانشو داره، اون حالت چالششو داره. مثلا یه سری از بازی RPG که مثلا شما همینطوری لول اپ میکنید و آقا غرق تو اون بازی میشید. چرا اینطوریه؟ چون اون بازی‌ها یه سری طراحی شدن که اون چالش رو شما بده و کلا خیلی فراتر از چیزتون نباشه که شما از اون کار زده بشید و قشنگ لول اپ میکنید و به اون سطحی که میخواید میرسید و مبارزه میکنید. یعنی چالشش در حد خوبیه. خب بذارید من یکم از تجربه خودم بگم که معمولا چه موقع‌هایی وارد حالت جریان میشم. شما معمولا همچین تجربه‌های مشابهی شاید داشته باشید. من معمولا آقا کارهایی که از انجام دادنشون لذت میبرم، از اونا وارد حالت جریان زودتر میشم. چون که آقا وقتی یه کاری انجام میدید که برای ذهن شما خیلی لذت بخشه، ذهنتون کار دوست داره، واسه همین خودش غرقش میشه. و معمولا تجربه من میگه که مثلا وقتی من کارهایی ازش متنفرم، ازش مثل درس خوندن، مثلا درس میکنم، حالم به هم میخوره. واسه همین اصلا مغزم مقابله میکنه، مدام افکار چیزای مختلف میاره که من اصلا درس نخونم. کلی هر کاری میکنی آقا درس نخون، مثلا من خیلی واسه پیش اومده، بر شما احتمالاً پیش اومده. مثلا آقا من تو کلاس هم نشستم، دارم معلم داره حرف میزنه، فکر میزنه، من مثلا هر کاری میکنم، مثلا کلی دی دریمینگ میکنم، مثلا چه میدونم نقاشی میکشم، هیچ حوصله آدم سر میره، حوصله نداره کس شده معلم گوش کنه. چون از یه کار متنفری نمیتونی وارد حالت فلو بشی. پس معمولا کاری که با علاقه، با عشق انجامش میدی، اصلا خیلی راحت وارد حالت فلو بشی. من مثلا خودم ورزش میکنم، خیلی راحت غرق میشم. یعنی مثلا 3 تامو شروع میکنم کارم انجام میدم، خیلی سر تو غرق میشم. مثلا وقتی آشپزی میکنم یا وقتی گیم میزنم، چون از این کارا لذت میبرم، یا حتی مثلا ادیت میکنم، چون واقعا این کارا برای من لذت بخشه. پس ببینید شما اگه یه کاری انجام بدید که برای شما لذت بخش باشه، خیلی راحت وارد حالت جریان میشید و این حالتیه که شما میتونید 100% تمرکزتون میرون کار و هیچ افکاری نیست و این قشنگ بهترین نتیجه از کاری که دارید میکنید. برای کارهای خیلی سخت و دشوار
ببینید برای کارهایی که چالشیه و چالش زیادی داره، شما اگه از اون چالش متنفر باشید اصلا نمیتونید وارد حالت فلو بشید. یعنی خودتون رو زورم بکنید خیلی کم پیش میره. مثلا من خودم گفتم دیگه آقا درس خوندم، من اصلا هر چی خودم زور میکردم خیلی سخت میرفتم وارد حالت فلو، چون مغزم از اون چالش بدش میاد. چه سری چالشه، مثلا من یه چالشی که دوست دارم آقا بازی‌های سولز، مثلا تو بازی‌های سولز چون چالشش وحشتناک سخته ها، یعنی بازی کار سخته ولی چالشش حال میده، میدونی ارزشش رو داره. وقتی که شما حداقل میخواید توی یه چالش دارید انجام میدید و میخواید وارد این حالت فلو بشید، باید اون چالش رو دوست داشته باشید. کلا کاری که دوستش شده با علاقه انجامش بدید وارد این حالت میشید و اصلا یه بازه عالی میگیرید، یه نتیجه فوق العاده ای میگیرید از کارتون، چون تمام چیزی که تو وجودتون دارید میذارید رو اون کار. و این حالت معمولا خیلی برای من لذت بخشه، چون وقتی تو این حالت میری دیگه هیچ فکری نیست کاری باید داشته باشه، عملا تو غرق شدی و اصلا هیچ، یعنی داری قشنگ با تمام وجود اون کارو داری احساس میکنی، داری کیف میکنی. این حالت فلو تو همه چی میتونه پیش بیاد. مثلا داری ورزش میکنی، توی فوتبال بازی میکنی، داری باشگاه داری دمبل میزنی، هر چی. این کار وقتی که عاشقی کار باشی پیش میادش، و حتی اگه اون کار چالشی باشه اون به اون کار علاقه داشته باشه پیش میاد. ولی اگه از اون کار متنفر باشی خیلی سخت میشه واردش شد. و کلا که آقا شما باید یه طوری هم تنظیمش کنید که آقا کاری که دارید انجام میدید تواناییش خیلی بالاتر از شما نباشه. مثلا خودتون رو زور نکنید به یه کاری بکنید، یه چالشی انجام بدید که در توانایی شما خارجه، نمیتونید انجامش بدید. و کاری انجام بدید که مثلا بلدید خیلی انجامش بدید، معمولا اصلاًتون سر میره. مثلا بازی هم که زده بودم براتون. بسیار خوب، این هم از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد لایک و ساب کنید و